چی شده پسرم؟ با شما حرف نمیزنم. من که تا بیمارستان اومده بودم. اگه به منم نشون میدادین چی میشد؟ امیر دیوونه شدی عزیزم؟ بچه تو شکم نارینه، هر جا بره اونم باش میره. چجوری میخواستی نشونت بدیم؟ باید فردا هم بریم. منم برادرزادمو ببینم. پسرم یه چند ماه دیگه هم صبر کن، به جای دیدن عکسش میتونی خودشو ببینی انشالله. نمیتونم منتظر بمونم، میخوام برادرزادمو ببینم. تازه من داییشم. ای بابا پسر، تو هنوز نتونستی این چیزا رو یاد بگیری. تو دایی شدی، به زودی هم عمو میشی. ها میگن حلال ساده به داییش میره. امیر خدا کنه بدیر خان مثل تو نشه. چرا شبیه من نشه مامان؟ ای بابا تو مگه درس و مخش نداری پسرم؟ زود باش برو بخواب. بودو ببینم طول سگ. جلیل تو چطی؟ چیزیم نی. آفرین به پسرم، چقدر ترتمیز شده. الانم میخواد خوب لالا کنه. آفرین پسرم. عافیت باشه خوشگل عمه. ببین عمت و یارن اومدن. چطوری ناری؟ تو هم خسته شدی؟ نه من خوبم. به همه گفتی که میخوای دختر داشتی؟ به کی میخوام بگم؟ خدا خودش میدونه که همش میخواستم بچم دختر بشه. همونطورم شد. سالمم که هست ماشاءالله. همه مردم اینجا میخوان که اولین بچهشون پسر بشه. برعکس اینه آزاد همیشه میگفت که بچم دختر بشه تا شبیه تو بشه. آزاد رفت، هیچ وقتم دخترشو نمیبینه. ناری تازه داشتم سعی میکردم اینا رو تحمل کنم. حالا هم برادرم، او کسی که همیشه مثل کو پشتم بود، یه دفعه این ناپدید شد. اونم منو بین این همه مشکلات تنها گذاشت. حالا با کوچکترین بادی از پادر میام سیلا، همه چی به فشار میاره. میفهمی چی داری میگی؟ برون هیچ جا نرفته. نه سیلا، منظورم این نبود. جلیل سفره رو چیدم، زود باش بیا غذا آمادن. شما بخورین. آقا جلیل من کاری ازمون برمیاد نمیاد دیگه. غیر از سب کردن مگه میتونیم کاری بکنیم؟ نمیتونیم. نارین اگه داداشت الان پیشمون نباشم همیشه همراهمونه. مگه تا حالا تنهات گذاشته؟ نه نذاشته، هیچ وقتم نمیذاره. فقط ما نیستیم، همه باور دارن که اون خوب میشه. تک تکشون واسه خان آرزوی سلامتی میکنن، براش دعا میکنن. دعاشون هم مستجاب میشه، خوب میشه. همون جوری که قبلا بودیم از این به بعدم همونطوری زندگی میکنیم. تازه داریم دختردارم میشیم. اونو بدیر خانم با هم بزرگ میشن. زود باش خودتو جمع و جور کن، منم دارم میرم. بدیر خانو به تو میسپارم باشه. ای تو اینجوری غمبرک بگیری همه چی درست میشه؟ باش خودت میدونی. بدر ها میدونم. چیه؟ حال تو بدر. حال من چطوری؟ ببین بدر، هم تو منو خوب میشناسی هم من تو رو. بعضی وقتا به دروغ گفتم، بعضی وقتا یه چیزای ازت پنهون کردم، ولی تو که هیچ دوز و کلکی نداشتید. حالا پس چرا هیچی بهم نگفتی بدر؟
تماس گرفتم، همه چی آماده است. فردا با اولین پرواز میایم. خوبه، منم براشون تو هتل جا رزرو کردم. فقط ظاهرا استاد نمیمونه، ولی من واسه پرواز شب براشون بلیط گرفتم. ولی تو میمونی نه؟ هنوز نمیدونم، شاید فردا بمونم، پس فردا برگردم. خوبه، گیزم واقعا ازت ممنونم. فردا میبینم دیگه. فقط همینو کم داشتی. یعنی من اون چیزا نمیخواستم بگم. اینجوری نکن. مگه چی کار میکنم؟ لوسی بیا بشین اینجا ببینم. میدونم از روزی که با گیزم آشنا شدی ازش خوشت نیومد. فکر میکنی متوجه نمیشم؟ تو روز به من چی گفتی؟ بعد فوت پدر مادرمون تو به تنهایی خانواده من شدی. گفتی اصلا احساس یتیم بودن نکردم. داداش فکر میکنی برای من راحت؟ فقط به هی دلیل که ازت بزرگترم و داداشتم فکر میکنی که فقط تو به من احتیاج داری؟ هیچ جوری نی. تو خواهر کوچولوی منی، پاره تنمی، جیگر گوشمی، همه کسمی. اما وقتی با اون دختر ازدواج کنی بری، من باید اینجا تک و تنها بمونم. عزیزم ببین تو به چیا فکر میکنی؟ ولی اینجوری میشه. مطمئن باشم چینی فکر نکنم هم بشه، ما فرزنم که بشه. من تو رو تنها میذارم و میرم. نمیری؟ میرم. نه عزیزم. بس که درد بیدرمون داشتیم خواستم بیشترش نکنم. آخه بدرم کی تا حالا درد دل تو باعث عذاب من شده؟ منظورم این نبود که جلیل. ببین حال روز بران غم و غصه زیلا جگرمون آتیش گرفتی دیگه. اون فرق داره. برای چی به من نگفتی بدر؟ هنوزم که چیزی معلوم نشده جلیل، فقط گفتن ممکنه. و این شنبه میخوان نمونه برداری کنم. خود دکتر بهم گفت. ها منم پنجشنبه میرم دیگه. به هر حال منم باهات میام، فهمیدی؟ باشه تو هم بیا، با هم میریم. با هم میریم و ایشالله یه راه چاره ای پیدا میشه دیگه، به امید خدا. زود باشین، غذاها سرد شدن. خب پسرم تو میخوردی؟ گفتم با هم بخوریم. پسر تو درستو خوندی تنبل؟ وقتی مامان صدام کرد منم دیگه نخوندم و اومدم. برای هر چیزی یه جوابی داریم اینه؟ جواب نمیدم که، فقط اومدم غذا بخورم. میگم بده. این همیشه یه جوابی تو از فیلم داره. نکنه تو مدرسه بهش یاد میدن. قیافه‌شو نگاه. جلیل پاشو بریم غذامون رو بخوریم. پاشو. امه قربونت بشه الهی. اوش صورتشو ببین، صورتش اینو گل میمونه. بدیر خان داری خواهردار میشی یا؟ چرا ناراحت شدی؟ خود جای تو جداست، جای اونم جداست. پسرم فوری از تودی نکن، به خدا به بابات کشیدی یا؟
او هم مثل تو بود. مثلا بابا بزرگت واسه من آب نبات میخرید، او باید سهم منم میگرفت، موامم میکشید. تو موهای دخترمو نکشی یا باشه؟ درسته که اون خیلی اذیتم میکرد و موامو میکشید، ولی دل نازکم بود. کافی بود میافتادم و زانوم زخمی میشد، قبل همه بابا دستمو میگرفت. شما هم مثل ما میشین، خواهر و برادر هم میشین. الو عمو قربونت بشه عزیزم.